دختری بودم که به خاطر پول درآوردن میرفتم دیوار مرگ و شبای تابستون کار میکردم. تا یه روز یه افسر پلیس منو دید. ولی به جای گرفتنم حرفی بهم زد که دنیام عوض شد. عزیزای دلم سلام، من ترانه هستم و اینجا کافه آواست. قبل از اینکه بریم سراغ داستان خواستم ازتون صمیمانه تشکر کنم به خاطر تک تک حمایت هاتون، لایک هاتون و کامنت هاتون روی تک تک پستام. ممنونم و بریم سراغ داستان. من رویا هستم. 19 سالمه. یه دختری که همیشه فکر میکرد زندگی قراره باش راه بیاد. ولی از یه جایی به بعد فهمید دنیا با کسی شوخی نداره. مامانم وقتی من 7 سالم بود گذاشت و رفت. طلاق گرفتن. یه مدت گریه میکردم. ولی بابا نذاشت کم بیارم. گفت ما دوتایی از پس همه چیز برمیاییم. راست میگفت. ما واقعا یه یتیم بودیم. بابا هم موتور سوار حرفه‌ای بود. از اونایی که با یه حرکت فرمون انگار میتونن بادو بشکافن. مسابقه میداد، جایزه میبرد. با موتور کار میکرد. منم از بچگی عاشق این آهنپاره بودم. یادم داده بود چطوری فرمونو بچرخونم. چطوری تعادلمو حفظ کنم. چطوری نترسم. وقتی رو موتور بودم حس میکردم آزادترین آدم دنیا. اما دنیا برای آدمای خوشحال نقشه‌های بدی داره. یه روز که بابا رفته بود سر کار، یه تصادف لعنتی همه چیو عوض کرد. یه ماشین با سرعت زد بهش. وقتی بردنش بیمارستان، فقط دعا میکردم زنده بمونه. زنده موند، ولی دیگه هیچ وقت روی پاهاش نایستاد. قطعشون کردن. اون لحظه انگار همه چیز خراب شد. دیگه نمیتونست کار کنه. خرج بیمارستان، اجاره خونه، زندگی، همه چیز ریخت روی سر من. اولش فکر میکردم میتونم با کارهای ساده‌ای مثل ظرفشویی توی یه رستوران جمعش کنم. ولی پولش به هیچ جا نمیرسید. کم کم مجبور شدم دنبال کارهای دیگه برم. از فروشندگی توی مغازه‌های شلوغ تا تمیز کردن خونه مردم. بعدش مسافرکشی با موتور بابام. تا شب تو خیابونا میچرخیدم. زنها و مردای عجیب و غریب سوارم میشدن. بعضی حتی پیشنهادهای کثیف میدادن. ازشون متنفر بودم. ولی چاره چی بود؟ یه روزم که بابا فهمید. نگاهش پر از درد بود. گفت رویا، من باعث شدم این بلا سرت بیاد بابا؟ گفتم نه بابا، این دنیا مقصره، نه تو. ولی میدونستم خودش هیچ وقت باور نمیکنه. زندگی یه جوری شده بود که هر روز باید با یه مشکل جدید بجنگم. ولی هنوز یه چیزی برام مونده بود. موتورمون. هر وقت سوارش میشم حس میکنم هنوز همون دختریم که باد توی موهاش میپیچه و دنیا رو زیر پاش داره. هنوز امید دارم. یه روز یه راه پیدا میکنم. یه روز بالاخره نجات پیدا میکنیم. اون شب مثل همیشه کلاه کاسکتمو گذاشتم سرم، شالمو کشیدم بالا که صورتمو بپوشونه، کاپشن چرمی کهنه بابا رو تنم کردم و سوار موتور شدم. توی آینه خودمو نگاه کردم. دیگه معلوم نبود دخترم یا پسر. فقط یه موتور سواری بودم که میخواست یه شب دیگر رو زنده بمونه. داشتم توی خیابونای شهر پرسه میزدم که یه سر و صدای عجیب مرا کشید سمت خودش. صدای فریاد آدمایی که داشتن شرط میبستن. صدای موتورایی که دور میگرفتن. بوی دود و بنزین و هیجان. سرمو چرخوندم و چشمم افتاد به یه چیز خیلی خاص. یه سازه چوبی بزرگ. یه چیزی مثل یه بشکه غول‌پیکر. دیوار مرگ. موتور سوارا با سرعت میرفتن توش. از دیوار بالا میرفتن بدون اینکه بیفتن. مردم براشون جیغ و دست میزدن. پول میریختن. شرط میبستن که کی میتونه بیشتر بالا بره. کی میتونه روی دست وایسه. کی میتونه بدون دست فرمونو بگیره. پام بی اختیار از زمین جدا شد. رفتم جلوتر. یه پسر جوان که معلوم بود موتور سوار کار درستیه. از بشکه اومد بیرون. یه نفر یه مش پول گذاشت کف دستش. پول.
پول زیاد. اونجا بود که یه جرقه تو سرم خورد. من خیلی از اینا بهترم. از بچگی تمرین کردم. کنار بابا یاد گرفتم. میتونم بدون اینکه کسی بفهمه دخترم سوار شم، دور بزنم، دیوار رو فتح کنم. رفتم جلو. یه مرد هیکلی که به نظر میرسید صاحب اونجا باشه بهم نگاه کرد و با اخم گفت کاری داری بچه؟ اینجا جای تازه کارا نیست. با صدای کلوف شده‌ای که سعی داشتم مثل پسرا باشه گفتم من تازه کار نیستم. یه فرصت بده. اگه خوب نبودم میرم. یه نگاهی بهم انداخت. بعد خندید. خیلی خوب. بیا ببینم چی کار میکنی. موتورم رو روشن کردم. قلبم داشت میکوبید. گاز دادم و رفتم توی دیوار مرگ. اوایل سرعت کم بود. ولی بعدش پامو روی گاز گذاشتم و موتور انگار پرواز کرد. دیوار زیر پام صاف شد. انگار رو زمین راه میرفتم. مردم شروع کردن به داد و فریاد. نمیدونستن یه دختر که همیشه مجبور بوده به جنگ داره بالا سرشون دور میزنه. وقتی پایین اومدم نفس میزدم. ولی تو چشمای اون مرد هیکلی یه برق خاصی بود. اومد جلو. یه مش پول گذاشت کف دستم و گفت تو امشب بهترین بودی. فردا شبم میای؟ لبخند زدم. پولا رو تو مشتم فشار دادم. این اولین شب از یه زندگی جدید بود. از اون به بعد دیوار مرگ نون من شده بود. اون شبم مثل همیشه کلاه کاسکتم رو گذاشتم سرم، موتورم رو روشن کردم و رفتم توی دیوار مرگ. صدای فریاد مردم، صدای موتورایی که گاز میخوردن، بوی دود و بنزین، همش برام مثل خون توی رگام شده بود. انگار اینجا تنها جایی بود که میتونستم خودم رو فراموش کنم. یه مدت بود که دیگه همه ازم حرف میزدن. میگفتن اون جوون ناشناسی که مثل برق میره بالا و بی دست فرمونو میگیره با جادو چسبیده به دیوار. کسی نمیدونست پشت اون کلاه یه دختره. یه دختری که برای زنده موندن داشت رو لبه یه تیغ میرفت. اما اون شب همه چیز به لعنتی ترین شکل ممکن پیش رفت. داشتم دور آخرمو میزدم که یهو صدای سوتهای بلند و آژیر پلیس پیچید توی هوا. مردم جیغ کشیدن، بعضیا فرار کردن. موتور سوارا یکی از دیوارا اومدن پایین و در رفتن. منم با آخرین سرعت پریدم پایین. میخواستم موتورم رو روشن کنم که یهو لعنتی موتور خاموش کرد. دستم و استرس رو استارت بود که یهو یه دست محکم بازومو گرفت و کشید عقب. برگشتم. یه پلیس با یه قیافه جدی و اخمو زور زده بود تو چشام. گفت بیا ببینم تو چرا فرار نمی کنی؟ هول شدم. زورم رو جمع کردم. سعی کردم دستشو پس بزنم و فریاد زدم ولم کن. ولی همین یه جمله همه چی رو تموم کرد. اون پلیس یه لحظه با تعجب نگام کرد. بعد چشماش تنگ شد. یه لحظه انگار دنیا وایساد. فهمید. صدای منو که شنید فهمید دخترم. رنگم پرید. قلبم داشت از توی سینم میکوبید. اگه بفهمن کارم تمومه. موتور سواری دخترها جرم بود. یه جرم بزرگ. و من درست وسطش گیر افتاده بودم. بقیه پلیسا داشتن دور و برم میچرخیدن. بعضی موتورا رو توقیف میکردن، بعضیا با مردمی که شرط بسته بودن جر و بحث میکردن. اون پلیسی که منو گرفته بود انگار دودل شد. یه لحظه به من نگاه کرد، یه لحظه به بقیه. بعد زیر لب یه چیزی گفت که توی اون همه به زور شنیدم. گریه نکن. ولی خب اختیارش که با من نبود. اشکام خودشون سر میخوردن و میومدن پایین. نمیدونم از ترس بود، از خشم بود، از این بود که همه چیز داشت خراب میشد، یا از این که برای اولین بار تو زندگیم حس کردم واقعا گیر افتادم. اون پلیس یه نفس عمیق کشید. بعد یهو بازومو کشید و گفت همراه من بیا. گفتم کجا؟ گفت حرف نزن، فقط بیا. منو برد سمت یه دستشوی عمومی که یه گوشه تاریک اون محوطه بود. قلبم داشت از ترس میومد توی دهنم. درو باز کرد. هلم داد و گفت همینجا میمونی. پلاک موتورتو برداشتم. یعنی حتی اگه فرار کنی پیدات میکنن. پس بشین اینجا و از جات تکون نخور. وگرنه برات خیلی گرون تموم میشه.
در رو بست. صدای قدماش دور شد. من توی اون دستشوی کثیف با دلی که مثل دیوونه ها میزد نشسته بودم و به این فکر میکردم که این پلیس کی بود؟ چرا گذاشت من فرار کنم؟ از همه مهمتر الان قراره چه بلایی سرم بیاره؟ نشسته بودم گوشه اون دستشوی کثیف، زانومو بغل کرده بودم و داشتم نفس میزدم. قلبم هنوز آروم نشده بود. 1000 تا فکر توی سرم میچرخید. اگه لو برم چی؟ اگه بابام بفهمه چی؟ اگه دیگه نتونم موتور سواری کنم؟ اگه... صدای قدماشو شنیدم. همون پلیسه. در رو باز کرد. یه لحظه نگام کرد. بعد تکی داد به چارچوب در و با لحن محکم گفت گوش کن بچه. دیگه نباید پاتو اینجا بذاری. اگه یه بار دیگه ببینمت مجبور میشم دستگیرت کنم. خودت هم خوب میدونی اگه دستگیرت کنم چه بلایی سرت میاد. جریمه که هیچی. یه پرونده درست و حسابی برات باز میشه. نفسمو دادم بیرون. گفتم پس چی کار کنم؟ صدام میلرزید. ادامه دادم تو بگو من پول از کجا در بیارم؟ نون شب بابامو از کجا بیارم؟ اون اخماش رفت تو هم. نگاهش سنگین شد ولی هیچی نگفت. انگار نمیخواست جواب بده. انگار اصلا نمیخواست درگیر شه. دستم مشت شد. گفتم تو برای من کار جور میکنی هان؟ تو که میگی اینو ول کنم پس یه راه بهتر نشونم بده. اشکام دوباره سر خوردن پایین. نمیخواستم گریه کنم. نمیخواستم ضعف نشون بدم. ولی خسته بودم. خیلی خسته. اون پسر چند لحظه همونطور زل زد بهم. بعد یهو نفسشو داد بیرون. بدون اینکه چیزی بگه چرخید و راه افتاد سمت در خروجی. داد زدم هی جواب بده. حتی سرشو بر نگردون. فقط رفت. همونجا نشستم روی زمین. با پشت دست اشکامو پاک کردم. حالا چی؟ دیگه حتی نمیتونستم برگردم به دیوار مرگ. البته من آدمی نبودم که به این راحتی تسلیم بشه. باید یه راه جدید پیدا میکردم. چند شب بود که بی هدف دور بر دیوار مرگ پرسه میزدم. نه جرأت داشتم دوباره برم تو، نه دلم میومد ولش کنم. اینجا داشتم نونمو در می آوردم. اما حالا چی؟ هر بار که سرمو بالا می آوردم نگاه اون پلیس لعنتی بهم گره میخورد. انگار حواسش بهم بود. اول فکر کردم تصادفیه. ولی وقتی 3 بار، 4 بار، 5 بار تکرار شد فهمیدم داره زیر نظر میگیرتم. تا اینکه یه شب خودش اومد سمتم. کلاه کاسکتمو نذاشته بودم. باد موامو پخش و پلا کرده بود. ایستاد جلوم. دستاشو تو جیبش فرو کرد و با یه لحن عصبی گفت تو تنت میخوره نه؟ نگاش کردم. نفس عمیقی کشیدم و شونه بالا انداختم و گفتم نه. من فقط مجبورم. چند لحظه فقط نگام کرد. بعد آروم گفت چطوری مجبوری؟ زندگیت چه خبری که اینقدر پیگیر این کاری؟ اولش نمیخواستم حرفی بزنم. ولی نمیدونم چی شد که دهنم باز شد. شاید چون تا حالا کسی نپرسیده بود چرا. همه فقط قضاوتم کرده بودن. براش گفتم از بابام، از تصادف، از بیمارستان، از پاهای قطع شده، از خرجا، از اینکه دیگه من هیچ راهی به جز این نداشتم. از اینکه هیچ کس یه دختر موتور سوار رو برای کار راه نمیداد مگر اینکه بخواد سوارش شه. وقتی حرفام تموم شد اون پسر دستاشو از جیبش در آورد. یه لحظه انگار دودل شد. بعد زیر لب گفت گوشی داری؟ ابروام رفت بالا. گفتم چرا؟ گفت بده. مردد بودم ولی دادم دستش. شماره‌مو ذخیره کرد. بعد چند لحظه یه پیام برام فرستاد. یه آدرس. گفت فردا بیا به این آدرسی که برات نوشتم. یه کافه است. مال داداشمه. برات اونجا یه کار پیدا میکنم. حقوقتم خودم میدم. فقط دست از سر این دیوار مرگ بردار. سرم آوردم بالا. نگاش کردم. دنبال یه نشونه بودم که ببینم داره مسخرم میکنه یا نه. ولی یه چیزی توی چشماش بود. یه چیزی که باعث شد گوشی و محکم‌تر توی دستم بگیرم. یه چیزی شبیه به واقعی بودن. صبح که شد آدرس چند بار توی گوشیم چک کردم. باورم نمیشد. یعنی واقعا یه کار درست و حسابی برام پیدا شده بود. اونم بدون اینکه مجبور باشم 1000 تا دروغ سرهم کنم که دختر نیستم.
یا بخوام با آدمای کثیف سر و کله بزنم؟ وقتی رسیدم جلوی کافه چند لحظه وایسادم. یه جای دنج آروم بود. نه خیلی بزرگ، نه خیلی کوچیک. از اون کافه‌هایی که وقتی توش میری بوی قهوه و شیرینی دلتو نرم میکنه. یه نفس عمیق کشیدم و رفتم تو. پشت پیشخوان یه مرد جوانتر از چیزی که فکر میکردم وایساده بود. از قیافش معلوم بود که داداش همون پلیس است. وقتی چشمش بهم افتاد یه ابروشو داد بالا و گفت تو همونی که برادرم فرستاده؟ سرمو تکون دادم. گفتم آره. گفت اینجا کار هست. دستاشو زد به کمرش و یه نگاهی به من انداخت. بعد یه گوشه کافه رو نشون داد. گفت باریستا بلدی کار کنی؟ گفتم اگه بلد نباشم یاد میگیرم. لبخند کمرنگی زد. خوبه. خوشم اومد. پس همین الان کارتو شروع کن. همینقدر راحت؟ یعنی واقعا یکی پیدا شده بود که بدون اما و اگر یه شغل درست بده دستم؟ وقتی حقوقو گفت یه لحظه دلم هوری ریخ پایین. عددی که گفت برای یه کار توی کافه زیادی بالا بود. با شک گفتم مطمئنی؟ من همچین پولی تا حالا نگرفتم. شونه بالا انداخت. داداشم گفته هرچی کم و کسر داری جبران کنم. تازه کار خوب حقوق خوبم میخواد. یه چیزی توی دلم گرم شد. شاید بعد از مدت‌ها بالاخره یه راه درست تو زندگیم باز شده بود. و اینطوری شد که توی اون کافه شروع کردم به کار کردن. هر روز قهوه درست میکردم، لیوانا رو میشستم، سفارش میگرفتم. کم کم باریستایی هم یاد گرفتم. هر وقت اون پلیسه همونی که نجاتم داده بود میومد براش یه قهوه حسابی درست میکردم. کم کم از همون سلام علیکای خشک و رسمی رسیدیم به حرفای بیشتر. گاهی از روزش میپرسیدم، گاهی شوخیای ریز با هم میکردیم. یه دوستی عجیب بینمون شکل گرفت. پلیسی که باید دستگیرم میکرد حالا شده بود کسی که هر وقت میومد کافه دلم قرص‌تر میشد. نمیدونم از کی شروع شد. شاید از همون شبی که توی اون دستشویی کثیف پنهونم کرد. شاید از وقتی که اولین قهوه رو براش درست کردم و زیر چشمی نگاش کردم ببینم خوشش اومده یا نه. شاید از وقتی که یه روز خسته اومد توی کافه نشست رو صندلی گوشه پیشخوان و بی هوا گفت تو خوبی؟ و من اون لحظه فهمیدم مدت‌ها بود کسی حالمو نپرسیده بود. حالا هر بار که در کافه باز میشد و میدیدمش که با همون نخمای همیشگیش با اون قدمای محکم و بی حرف میاد میشینه سر جای همیشگیش یه چیزی توی دلم تکون میخورد. یه چیزی که نمیخواستم به زبان بیارم. چون ترس داشتم. چون مطمئن نبودم. چون نمیدونستم اونم همین حسو داره یا نه. ولی بعضی وقتا یه لحظه‌ای بود که فکر میکردم شاید داره. مثلا وقتی میخواست بره ولی یه لحظه بیشتر وای میساد انگار یه چیزی یادش رفته باشه. یا وقتی میپرسید دیشب زود خوابیدی؟ زیادی کار نکن. یا وقتی که یه بار یه مرد مست اومد تو کافه و زیادی سر به سرم گذاشت و اون بدون اینکه چیزی بگه فقط از سر جاش بلند شد. یه نگاه بهش انداخت و اون مرد بدون حرف در رفت. ولی خب بازم چیزی مشخص نبود. من زندگیمو ادامه میدادم. کار میکردم، پول در می آوردم. بابا رو می بردم دکتر. قسطای لعنتی رو می دادم. شبا خسته و له برمی گشتم خونه و بعضی وقتا هم قبل از خواب بهش فکر می کردم. یه پلیسی که یه روزی می خواست دستگیرم کنه. ولی حالا تنها آدمی بود که دلم می خواست دستمو بگیره. ولی هنوز هیچی معلوم نبود. هنوز فقط یه حدس بود. شاید یه روز اونم جرأت کنه یه چیزی بگه. شایدم هیچ وقت هیچی نگه. واقعا هنوز نمیدونم دنیا برام چه برنامه هایی داره. دوستان عزیزم، این هم از داستان عاشقانه و بی‌نظیر امشب که امیدوارم شما هم مثل من از شنیدنش لذت برده باشید. بهتون پیشنهاد میکنم داستان فردا شب رو حتما گوش کنید، چون یه داستان بسیار جذاب و عاشقانه قراره فردا شب براتون بذارم. پس برای این کار حتما کانالم رو سابسکرایب کنید و منتظر باشید. شبتون بخیر و پر از آرامش.